زن رو به شما تبریک میگم. البته الان دیگه دهه زن داریم، متوجه هستی چی دارم میگم، و در آینده احتمالاً چله زن خواهیم داشت که تا 40 روز فقط مال زنه و روز مردم دیدین که شده نصف روز، تا ظهر میشه تموم میشه دیگه، اصلا خبری از روز مرد نیست. یک سوال وجدانی، به نظر شما تو این دور زمان الانه خانوما بهترن یا آقایون؟ ببین صدا از سنگ در اومد، از آقایون در نیامد. اینقدر که مردها بدبخت و بیچاره هستن، یعنی موجودی بیچاره تر از مرد به دنیا نیامده هنوز. اینطور میگم نگید که خودش از جنس آقایون داره این حرفو میزنه، بر اساس یک سند علمی این مطلب رو من تشریح میکنم خدمتتون. شما نگاه کنید، پسر دنیا میاد، همون شب تولدش همه میگن حال مادرش خوبه، هیچکی با باباش کاری نداره. این پسر بزرگ میشه، یه شب داماد میشه، شب دومادی همه میگن چه عروس خوشگلی، چه عروس با کم، هیچکی با داماد کاری نداره. و این میره 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 پیر میشه و میمیره، همه میگن بیچاره زنش بیوهشون. خب این مرد اومد و رفت، اصلا دیده نشد در کجای این چرخه زندگی قرار میگیره من نمیدونم. حالا فردای روزگارم اگر بچه های این مرد یه خبط و خطایی بکنن، مردم میگن تو روح باباش با این بچه تربیت کردنش. این که من واقعا معتقدم مردا خیلی باید زن زیبا بود در این زمونه ولا خونه بی ولا نگز نمونه خدا. زن گل ماتمه کار گل با همه، زن داره روان دشمنتونه، دل سرای غمه همه عالم کمه، خونه یه دل زمین بی زن نمونه. دیده را دل برم بی سر و همسرم، چون بیه بی برم بی هم زمونم. ترسیدم، فکر کردم بخوایی رو بذاری تو سر من یه لحظه. خب بالاخره موعد استخدام فرا رسید. خیلی شرکت عظیم و معتبر بود در حد و اندازه‌های بانک پاسارگاد. 300,000 نفر رسیدن مرحله نیمه نهایی و از این 300,000 نفر 3 نفر میخواستن کلاً، باقی تعطیل. این 3 نفر هم یکی از ایتالیا در اومد، یکی از ژاپن و دیگری از ایران. در مرحله آخر گفتن شما کار بسیار سختی باید انجام بدید که این کار از عهده هر کسی ساخته نیست، چون از میان اونها 1 نفر کلاً انتخاب میشد حتی اگر اون کار رو انجام میدادم. خیلی شرایط بحرانی و سخت بود واقعاً، باورتون نمیشه. آقای رفیعی چی داری میگی؟ راحت بذار آقای قاسمی رو، میخوایم جوک بگیم بخندیم. شما که همیشه شادی همینجوری واسه خودت. این بزرگوار سر شلوغ کمتر فرصت میکنه. اگر بودینی میربان تو من، اصلا میبینمش روحم پر میکشه. آقای قاسمی خدمتتون داشتم عرض میکنم، مگه میذاره ما 2 کلام اینجا صحبت کنیم؟ گفتن مرحله نهایی اینه که شما یک اسلحه وینچستر بهتون میدیم، یک اسلحه قویه، گلوله هاش وقتی شلیک میشه دیوار رو تقریبا میاره پایین. گفتن میرین تو این اتاق، خانمتون آوردیم اینجا، میرین و این رو میکشید میایین. اولی از ایتالیا اسلحه رو گرفت، تن و بدنش شروع کرد لرزیدن، کم کم بغضش ترکید، گفت توف به این پول، توف به این کار، زنمو دوست دارم نمیکشم. بیخیال شد، اصلا افسرده شد، رفت گم شد اصلا. بعدی از ژاپن یک سامورایی قدر قدرت، یک یاکوزای خشن، اصلا حالیش نبود این چیزا، که در تاریخ حتی آمده یک روز یک سامورایی انقدر قوی بود که یک تنه حریف 15 سامورایی بود. روزی 16 سامورایی اومدن و دهنش رو سرویس کردن. من خودم فکر نمی‌کردم قصه اینجوری تموم بشه، چون بعضی وقتا شاعر در این خصوص شعر سروده که تمام صورتم را خیس کردی، پر از گل و زگیل و پیس کردی، به درد لیلیم کردی گرفتار، دهانم را فلک سرویس کردی. حالا فاز شاعر چی بوده در این مرحله من نمیدونم. سامورایی اسلحه رو گرفت، با خشونت رفت تو اتاق. لحظاتی بعد دیدن اومد بیرون در حالی که خنجر هاره‌گیری خودکشی کرده بود، تو شکمش و خون میومد. گفت من خودم رو میکشم اما زنم رو نمیکشم.
و نفر آخر از ایران رفت در و بس، سر صدا بلند شد. اونایی که پشت در بودن خودشونو خراب کردن، گفتن حتما بعد میاد سراغ ما. اومد بیرون، گفتن چی شد؟ گفت پدر سوختا گلوله قلابی گذاشته بودن، با صندلی کشتمش. این کارش یه سره میکنه. این حالا داستان